سلام. شاید شما هم جز اون دسته از آدما باشید که برای انجام دادن کاراتون فقط عزم و اراده و تصمیم مهم نیست، بلکه به یه انگیزه خارجی، یه موتور محرکه، یه چیزی که شما رو هل بده به سمت هدفتون نیاز دارید. پس این برنامه برای شماست. با ما باشید تا معرفیش کنم. خب امروز می‌خوام برنامه فورست یا جنگل رو بهتون معرفی کنم. برنامه برای افزایش تمرکز و افزایش بهره وریه. این برنامه به این صورت عمل می‌کنه که شما یه دونه می‌کارید تو این برنامه و زمانی که میخواین مطالعه کنید، حالا کار کنید، فعالیتی کنید و تو طول اون زمانی که تعبیه کردید اون دونه‌تون رشد میکنه و به درخت تبدیل میشه. این نباید از برنامه خارج شید و کار دیگه با گوشیتون بکنید وگرنه درختتون خوش میشه و این بهتون یه انگیزه میده که کاراتون رو بکنید، چون در نهایت میتونید یه جنگل زیبا پر از درخت داشته باشید. البته بعضی برنامه‌ها مثل تماس برای این برنامه تعریف شده که شما میتونید صحبت کنید، ممکنه کار ضروری داشته باشین و درختتون خشک نشه. با امتیازاتون هم میتونید کارهای مختلف کنید، میتونید درختای جدید بگیرید یا میتونید آهنگ‌های جدید بگیرید، چون زمانی که گیاهتون داره رشد میکنه آهنگ براتون پخش میکنه و با هر 2500 امتیازتون هم میتونید یه درخت در دنیای واقعی بکارید که هم کمک حال محیط زیست باشید، هم در حفظش تلاش کرده باشید. یکی دیگه از قابلیتایی که این نرم افزار داره اینه که به صورت گروهی میتونین ازش استفاده کنین. به این صورت که توی مهمونی میرین، برای اینکه پای گوشی نباشین و دوره هم باشین، میتونه یه نفر بره تو برنامه‌اش یه دونه روم ایجاد کنه، همه توش جوین شن و همین فرآیند رو گوشی همه رخ بده و سر از گوشی بیاد بیرون. این برنامه برای اندروید، iOS وجود داره و برای ویندوز هم برای مرورگرهای فایرفاکس و کروم به صورت افزونه وجود داره که میتونید اد بزنید و ازش استفاده کنید. یه ترفندی هم بهتون بگم، اگه گوشیتون از این گوشیایی که قابلیت دوتا کردن تصویر رو داره، میتونید یه تصویر رو برنامه فورست بذارید، با یه تصویرش هر کار دوست دارین بکنید. خب پس بیاین تا فضای کار نرم افزارم بهتون نشون بدم. خب اینجا محیط برنامه است. میبینید که میتونید میزان دقیقه‌ای که میخواین مطالعه کنید و مشخص کنید و دستور کاشت درخت رو بزنید و تا پایان مطالعه‌تون یه درخت خوشگل و تازه داشته باشید. مرسی ما رو تماشا کردین. اینجا اپنامه است و همیشه سعی می‌کنیم چیزای کاربردی و مفید و جدید و بیاریم و براتون معرفی کنیم. اگه ویدیوها رو دوست داری دنبالمون کنی و بقیه ویدیوهامون رو ببینی، لطفاً کانالمون سابسکرایب کن، زنگوله بغلش هم بزن. مرسی.